غلبه به دست آورد و با حسابی بزرگ هم پیروزی رو صاحب شود تیم ملی تاجیکستان، چون که تناسب توپ هم و توپ رو باز هم بازیگران نیمه میگیرند. امکانات نوبتی برای تیم ملی تاجیکستان، این گونه امکانات رو با منتخب تاجیکستان خیلی هم عالی بازی دارد. ضربه سخت نوبتی، ضربه رو دروازه‌بان برمیگرداند و در فینال ایراق رو با حساب 3-0 ناکام نمود. سرتر البته مصر این مسابقه را میزبانی کرده است. یک امکاناتی خوبی گلزنی برای عرب ها و عربستان سعودی پیش‌رو می شود. چگونه امکانات ها رو داشت تیم ملی تاجیکستان ولی گلزنی نتوانست و عربستان با پیش میبرد. مؤلف گل میگردد منصور، نفری که قبلا هنگام 1-1 آمدن با دروازه‌بان گل زدن نتوانست. این دفعه باشد از دروازه‌بان فیروز باز محمدов میگذارد اختیارش و بعدا توپ را وارد دروازه میکند. سلاموف اشتباه نوبتی فوتبالبازان تاجیک، گزارش و حساب 2-0. گل دوم را هم تیم ملی ما به دروازه‌اش سر می‌دهد و عمر مؤلف گل می‌شود. این گل پس از اشتباهی بازیگران ما به ثمر رسانیده شد. ببینید ولی توپ را گرفتن از دروازه‌بان گذشت، اشتباه کرد ادریس یوروف، خواست توپ را به کنار روان نماید ولی پس نه آنقدر خوب بود. در حال توپ رو گرفت عمر و برای برابر کردن حساب در نیمه اول فوتبالبازان ما تلاش میکنند و عربستان باز هم به حمله میرود و گل سوم خود را به ثمر میرساند. شاید میکنیم که در کنار عرب توپ را گرفتند، پس سر وقتی بود با مرکز و مغربی توانست که المغربی گل سوم را به ثمر رساند. تیم فوتبال عرب اشتراک کرده بود. مقصود نوبتی منتخب عربستان سعودی، گزارشی چگونه خطرناک بود ولی دروازه‌بان برمیگرداند، ولی ضربه نوبتی باشد بسیار هم سخت و توپ وارد دروازه میگردد. عبدالله مؤلف گل می شود. چنین عکس العمل عربستان سعودی بسیار هم خطرناک هستند. از میان دو نفر ببینید گذشت، بعدا ضربه دو ضربه را برگردانید فیروز باز محمدов، ضربه یکم، ضربه دوم و این ضربه را برگردانده نتوانست. از نزد دو بازیگر ما ضربه را اجرا میکند. تعدیل رقم 5 عبدالله خیلی خوبی فیضلی سردار و ضربه شوقت حلی شو امتیاز شماره امتیازش با الجزایر برابر میشوند ولی برای این باید غلبه کرد و يلعب كرة لمصلحة المنتخب الطاجيكي اللي عربستان سعودی توپ رو میگیرد و ضربه بیرون از من منتصف الملعب. شوف 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 مين ببینید توپ رو گرفتند و از نیمه میدانی خود ضربه رو اجرا کرد. سجل 5-0 للمنتخب. عبدالله 5-0 للصقور. امکان نداشت البته برای برگرداندن این ضربه. نشاط سلاموف الله يا نواف يدون اسمه بقوة. هذه كرة ملعوبة عکس منتخب عربستان سعودی و توپ این دفعه نیز وارد دروازه میگردد. عربستان سعودی محض از عکس الجمهور به ثمر میرساند. مشاهده میکنیم فرحان الاسمري فرحان عزیزی سرداروف دومین اشتباهی چنین بازیگران ما است. سجل الكرة جول في الصورة كرة غيرت وحركت
بالمشاهد دیگر باقی میماند بینندگان گرامی. في المنتصف انجام دیدور ممكن هدف یک هجوم خطرناک لكن دیگر أخيراً عربستان تسويقة سعودی. تمر للخلف بينيات نواف ناصر مرور ذكي گزارش از یک چند نفر و این حال ببینید که پالوی دروازه کمک میرساند با يا رياضة للشؤون الإعلامية ملعوبة الكرة لمصلحة ضربه و خیلی هم ضربه سخت و توپ متاسفانه باز هم وارد دروازه میگردد. مهارات سعودي فن یک دو وهندسة سه ببینید. الله يا مدرسة پس از کانال چپ و کانال راست و بعدم باز هم توپ با کانال چپ برگردونده میشود، ولی این دفعه به نزد دروازه و از نزد دروازه توپ رو لعب له كرة صالح القرني صالح الله عليك يا صالح وارد لمصلحة الأخضر الآن محاولة مرور كرة ملعوبة ضربه و توپ وارد دروازه میشود. در بازی سوم منتخب تاجیکستان برای مقابل الجزایر است روز دهم و منتظر میشویم این رقابت را. شاید منتخب تاجیکستان در آخرین بازی خود میتواند پیروزی را به دست آورد. با شما این رقابت را تماشا کردم. شریف فردین شریفزاد، تشکر برای دقتتان. خیر. بارك لكم السعوديون. هذه النتيجة. أهلا بالعرب في أرض المملكة.